سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب و خوش و سرحال باشین. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد یه موضوع خیلی مهم و جذاب با هم صحبت کنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. پس بدون معطلی برو بریم. قطعا از تامنیل و تایتل فهمیدید که موضوع چیه و ما درباره ترک این مشکل می‌خوایم صحبت کنیم و بهتون راهکارهایی میدم که قطعی میتونید ترکش کنید و با بقیه ویدیوهایی که تا الان دیدید قطعا متفاوت هست. از لحاظ دینی که آقا جزو گناهان کبیره است که کاری باهاش نداریم. از لحاظ جسمی هم که میگن و طبق تحقیقاتی که شده باعث سرطان و عقیم شدن و ریزش مو و کم شدن و قدرت دینایی ضعیف شدن بدن میشه که بازم کاری نداریم، چون با یه سرچ ساده میتونید در مورد همه اینا و در مورد همه عوارضش بخونید که در مورد همین عوارضش بخواید مطالعه کنید قطعا برگاتون میریزه و میتونه یکی از دلایلی باشه که به خاطر همین اصلا ترکش کنید. و بریم سر بحث خودمون که من 2 راهکارم رو بگم و استفاده کنید و سریعتر ترکش کنید بره. اول از همه هرچی ویدیو، عکس، کانال، سریال همه رو پاک کن. یه دونه هم نباید نگه داری. هیچ چیز تحریک کننده ای نباید باشه. اگر کانالی هست که محتوای جنسی میذاره پاکش کن. اگر فیلم و سریالی داری که به خاطر همون یه دونه صحنه‌ای که داره میره نگاش میکنی همونم پاک کن بره. حتی یه سری کلمات ممکنه مثل رون پا یا هر چیز دیگه ممکنه تحریکت کنه، یا یه سری آهنگا که همش الفاظ جنسی همه رو پاک کن بره. و یکی از چیزایی که جا داره الان بگم، 3 هفته اول سخت ترین کار ممکن رو دارید، چون داخل این 3 هفته خیلی تحریک میشید و اگر این 3 هفته رو ترک کنین بعدش راحت تر میشه. دومین کار که این مقدار سخته اینه که ذهنتون رو کنترل کنید. یه وقتایی خودت متوجه هستی که ذهن سمت مسائل جنسی میره، حرفایی یادت میاد، صحنه‌هایی رو میبینی، اسم کسی یادت میاد و اینجور چیزا ممکنه شما رو تحریک کنه. در اونجور مواقع سعی کنید فیلم، سریال، کتاب، نمیدونم بازی موبایلی، چنین چیزی انجام بدید. سمت فضای مجازی نرین، چون اونجا حالا یه موضوع یه چیزی میبینی و اوضاع بدتر میشه. مثلا تو این اینستاگرام خب ماشاءالله خودتون بهتر در جریانید. ذهن تو بر سمت این موضوع دیگه. مثلا آقا سمت فوتبال رو برش که چرا فلان بازیکن مثلا خوب شوت نمیکنه، یا مثلا فلان بازیکن چقدر خوبه، چقدر با کیفیته، چرا مثلا توپ طلا نبرده یا هر چیز دیگه. یا با برش سمت این که چرا دلار گرون میشه، که البته اینم خوب نیست، استرس زای بیشتر. ولی خب موضوعاتی هستن که میتونه ذهنت رو منحرف کنه و خوبه. البته منحرف نه به اون معنا، ولی خب خوبه، بد نیست. خب دیگه امیدوارم اون 3 هفته که سخت ترین کاره رو راحت رد کنید. سخت ولی شدنیه. هفته اول یه مقدار تحریکا بالا، هفته دوم به اوج خودش میرسه، هفته سوم هم تحریکا هستن ولی هفته 4 بعد یه سرپاینیه، اونا دیگه راحت میتونید رد کنید بره. و یه موضوع دیگه هم که هست، یه سری افراد دیگه هستن ویدیوهایی میذارن در این باره و راهکارهایی میدن که خوبه، بد نیست. مثلا آقا میگه تنها نمون، یا روی غذاهایی که میخوری یک مقدار توجه کن، مثلا میگه گرمیجات نخورین و اینجور چیزا که من در مورد اونها زیاد اطلاعات ندارم، ولی خب اوکی هستن انجام بدین. و تنها نبودن تأثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه که بتونید راحت‌تر ترکش کنید. خب ویدیو همینجا تموم میشه. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه و نکاتی رو که گفتم در زندگیتون استفاده بکنید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. بای بای.